السلام علیکم بابای حاجی. آیا از نگاه اسلام درست است که برای پیشگیری مردهای نامحرم از زنهای خانواده درهای دروازه ها را بعد از طلوع آفتاب محکم کنیم مثل قاعده های شهری در وقت نبودن مردهای خانه؟ البته بهترین صورت همین است که این برادر سوال کردند که گویم امروز گرگهای درنده زیادند، چشمهای زناکار زیادند، امروز جسمهای فساد، جسمهایی که گویم امروز جامعه را رسوا میکردگی شخصیت ها وجود دارند. آیا اجازت هست که ما دروازه ها ما بسته کنیم تا که از این آفت و از این شرمندگی در امین باشیم؟ البته اجازت است که هر یک مادر و خواهری که شوهرش در خانه نباشد بهترین صورت همین است که دروازه‌اش بند کند، یعنی برای پیشگیری کردن از این گونه آفت‌ها و از این گونه شرمندگی‌ها. اگر برای کدام شخصیت لازم باشد می‌بینیم آدم نزدیک، برادر، خویش قومیت، اگر یعنی لازم باشد در آمدن اونها، این حالت در دروازه را میکشویم و الا اگر در بسته هم که کنیم این جای گناهش نیست، بسیار نیک می شود و هیچ کدام ما هم حق نداریم که گوییم چرا دروازه تو بنده، چرا دروازه تو کشاده نیست. این در حقوق نداریم. ما هر کدام ما سردار در همون خانه خودمان هستیم و خانه دیگر کاری ما و شما نباشد.